درود دوستان عزیز، ما در شاهراه فولاد دوشنبه قرار داریم. در اینجا یک مکانی هست که مردم به فروختن گوشت ایندوک و گوسفند و بوز مشغول هستند. ای خنده تو نبزنین دختر جونکو. ای خسته نباشین خلیشون. دوستان عزیز، همون گونه شما ببینید راه ما در داخل دریا هست. یکی از چشمه های بسیار مشهور آب گرو میگویند. چرا صحبت؟ بردن آب گرو با نان گرم. در ناحیه شمسین شاهین یک برادر هست به نام گفته مردک محبوب و مشهور و مغازه که شده است. مغازش هم همین نام را گرفته است. باز ما وارد مغازه میشه. سلامت باشه اکه گفته مردک. نشستن در دهه در زیر انمی سایه توت چگونه زیبا است. سلام علیکم برادر عزیزم. السلام باشید. فر از 5 موزیچه یک شده بکنیم. شاخه‌های خورده هست که همه این رفته به دریای آبی 5 یک جا می شود. این راهی که ما رو به سمت دهه قواق ناحیه شمس‌الدین شاهین میبرد و راهی ماشین رو انیخترش نیست. کوههای بلند که اینها رو سیاهریش هم میگویند. یک قسمت راهی که در داخل دریا بود آمده. از سبب آن که راه پست و بلندی زیاد دارد، بلان احتیاطی ما الکی از پایان ماشین افتاد. استاد سفر چگونه بود؟ 7-8 ساعت در راه هستیم. سفر خسته کننده نبود؟ تماما احساس خستگی احساس نمیشد. ما از خوردی وقتی در دهه چگان بالا زندگی میکردیم درباره قواق نقل‌های گوناگون میشنیدیم، درباره مهمانداری‌هاشون، درباره انعانه‌هاشون، همین نقل‌ها رو میشنیدیم. قواق که دهه آوازدار بود، من از خوردی آرزو داشتم که باره به قواق بیام. اگر نفقه بر اومدم یک هفته پیش، اولین سفرم بعد نفقه به دهه قواق شد. وقتی که از سرحد گذشتیم، بله، از سرحد گذشتیم، وقتی که دریای 5 اون طرف دیار افغانستان، دههای افغانستان نمودار گشتند، الکی ما یک منظره دیگه بود. تماما یک منظره دیگر را دیدیم که در دیگر جاهای تاجیکستان این منظره نبود. درست است. جاهای زیبا در تاجیکستان خیلی زیادند، لیکن این وقتی که همون کوه سیاهریش
بله بله بله. از آغاز کوه سیاریش و 4 طرف که نگاه میکنیم یک منظره خاصه. بله. سنگ ها 1001 منظره دارن، کوه ها 1001 منظره دارن، 1001 تصورات در این کوه ها میبینیم. این کوه و این کوه مانند نیست. استاد سفر ما با فکر ادامه میاد، بچه‌ها ما را دعوت دارن حتما در دیگر مکان‌های زیبا منظر همین دهه‌ای که قواق گفتیم نزدیک اومده است صحبت رو ادامه میدیم و برای دوستان باز معلومات خوبی نیست پیشنهاد میکنیم. ما رفتن گیرید من در اینجا مقصود میشینم. سلامت باشی استاد، ما برای کار ما رفتیم. سلامت باشه. سلام. چه باشه جون؟ نامت چیه؟ احمدشو. احمدشو؟ مالدیس احمدشو. نامت چیه؟ مصطفی. چی چندی؟ ای مالدیس. سلام. نامت چیه بچه جون؟ شهزاد. سیم چندی؟ 2. مالدیس دکره 2. 4. آفرین. سلام. ای مالدیس. نامت چیه؟ مونیس جون. نامت چیه؟ واقعا کودکای دهات نگاه چی کودکای مهربانند. کم غم نبینین. در کوهستان هم گل‌های زیبا. نگاه کنید. انا پرنیکی. در ناحیه‌های کوهستانی همین گونه بام‌ها است. مردم در براش یعنی سرفه وری استفاده میبرند و بعضی وقت زردالو یا توت قاق میکنن و بیگاهی روزی در بالای همین چای میخورن. اینا شیخ میگوییم و شاله هم گفتیان مردم. اینا شیخ بینه چگونه مثلا در اینجا بند بست کرده است. واقعا هم توت‌های بسیار پخته شده. تو دالکای پخته است. چقدرش مزه؟ بهترین. دوستان مرحمت کنید. فرمایید. عمری مرا یاد میتاو، تای مرا یاد میتاو.